سلام، اسم من محمد حبیبزاده هست. این پروژه نهایی من برای دوره CS15X دانشگاه هاروارد هستش. عنوان پروژه من Security Log Monitoring System. نام کاربری من در گیت هاب محمد 8156. من از کشور ایران، شهر تهران هستم و این ویدیو رو در تاریخ 3 دسامبر 2025 ضبط میکنم. Security Log Monitoring System یک وب اپلیکیشن برای ثبت، مدیریت و تحلیل رویدادهای ترددی و حراستی برای پاساژها و بازارها طراحی شده. هدف این پروژه ایجاد یک سیستم ساده ولی کاربردیه که بتونه رویدادها رو ثبت کنه، اونها رو نمایش بده، ویرایش رو حذف کنه و در نهایت گزارشگیری انجام بده. این پروژه با استفاده از SQL، فلاسک، پایتون و جاوا اسکریپت توسعه داده شده. الان صفحه اصلی برنامه رو مشاهده می‌کنید. در این بخش لیست تمام رویدادهای ثبت شده نمایش داده شده. امکان جستجو بر اساس نوع رویداد و نام ثبت کننده وجود داره. در بالای صفحه هم وضعیت سیستم و تعداد کل رویدادهای ثبت شده رو نمایش داده. میخوایم یک رویداد جدید رو ثبت کنیم. با کلیک بر روی آیکون ثبت رویداد، نوع رویداد رو انتخاب میکنیم، نام ثبت کننده رو هم انتخاب میکنیم و توضیحات رو وارد میکنیم. بعد از کلیک روی ثبت رویداد دوباره به صفحه اصلی برمیگردیم و مشاهده میکنیم که وضعیت آماریمون تغییر کرده و به لیستمون اضافه شد. همچنین خروجی CSV برای استفاده در اکسل و خروجی PDF برای گزارش رسمی تعبیه شده تا استفاده بشه. برای زیبایی هم از حالت دارک و حالت روشن برای استفاده در شب و روز طراحی شده. این پروژه تمامی مفاهیم اصلی دوره CS15X رو سعی شده که پوشش بده، مثل برنامه‌نویسی با پایتون، پایگاه داده SQL، توسعه وب و کار با جاوا اسکریپت. ساختار پروژه ساده است اما قابل توسعه هستش و بعدا میشه بهتر شد. ممنون که پروژه منو تماشا کردید. پروژه نهایی من Security Log Monitoring System برای دوره CS15X بود. به امید دیدار.